این قسمت قرار دیدمون رو نسبت به کریپتو عوض بکنه، چیزی که برای بعضی‌ها یعنی رویای آزادی، انقلاب مالی و یک راه سریع برای ثروتمند شدن. برای بعضی‌های دیگه اما یعنی بزرگترین کلاهبرداری تاریخ، یک طرح پانزی مدرن که توسط یک سری سلبریتی برای خالی کردن جیب مردم ساده لوح درست شده. اما اگه بهتون بگیم که هر دو گروه دارن اشتباه میکنن چی؟ اگه دقیق تر بشیم، پشت شعارهای انقلابی رمزارزها یک ماشین بزرگ انتقال ثروت رو میبینیم. ماشینی که موتورش نه با تکنولوژی بلکه با دلار ارزون چاپ شده توسط ایالات متحده روشن میمونه. داستان واقعی کریپتو جنگ بین بیت کوین و دوج کوین نیست. یک نبرد پنهانه، نبرد بر سر بقای سلطه جهانی دلار، بر سر دور زدن تحریم ها، جنگی برای کنترل اقتصادی کشورهای در حال توسعه و تخلیه بار بدهی آمریکا روی شونه اونها، و بازی خطرناک فدرال رزرو آمریکاست با سرمایه تمام مردم دنیا. گویا بازاری که قرار بود جایگزین دلار بشه، در عمل به یکی از ابزارهای تقویت همون دلار تبدیل شده. سازوکار پیچیده‌ای که به دلار در سایه معروفه. در این قسمت به من بگو در 3 بخش چرایی افول رویای بیت کوین، وابستگی رمز ارزها به سیاست پولی فدرال رزرو و نقشه آمریکا و تتر برای جذب نقدینگی جهانی رو با داده ها و اطلاعات موثق بررسی میکنیم و میبینیم که چطور این سکه های اینترنتی با یک ترفند هوشمندانه و مخفی جیب تک تک مردم دنیا و آینده ژئوپلیتیک جهان رو به گروگان گرفتن. Америка прямо сейчас пытается поменять правила на рынке золота и криптовалют. همه چیز از سال 2008 شروع شد. بحران مالی که جهان رو درگیر کرد و بعد از سرخوشی‌های دهه 90 و اوایل 2000 اعتماد مردم به بانک‌ها و دولت‌ها رو برای همیشه خدشه‌دار کرد. درست در همین زمان بود که ساتوشی ناکاموتو ظاهر شد با یک رویای جذاب، رویای جهانی که در اون برای خرید یک قهوه نیازی به بانک، دولت، کارمزد یا واسطه نباشه. رویای خلق یک نوع پول دیجیتال که هیچ دولت یا فردی کنترلش نکنه و بشه اون رو در سراسر جهان استفاده کرد بدون توجه به زمان یا مکان. ناکاموتو اسم این پول رو بیت کوین گذاشت و در 3 ژانویه 2009 اولین بیت کوین های تاریخ رو ایجاد کرد. ایده خیلی جذاب بود، مخصوصا برای کسایی که به کنترل دولتی بدبین بودن. اما 16 سال گذشته، آیا ما امروز با بیت کوین خونه میتونیم بخریم یا حتی همون یک فنجون قهوه؟ نه، و دلیلش هم ساده است. بیت کوین از نظر فنی به عنوان پول طرحی شکست خورده بود. شبکه بیت کوین برای اینکه غیر متمرکز و ایمن باشه طوری طراحی شده که فقط حدود 7 تراکنش در ثانیه رو پردازش میکنه. در مقایسه شبکه مالی ویزا بین 1700 تا 5000 تراکنش در ثانیه و شبکه مسترکارد تا 65000 تراکنش در ثانیه رو مدیریت میکنن. در هر ثانیه در دنیا بین 25 تا 40 هزار تراکنش مالی انجام میشه. اگه مردم جهان بخوان فقط خریدای روزانه‌شون رو با بیت کوین انجام بدن، باید بعضن برای هر تراکنش تا 10 سال در صف تایید منتظر بمونن. این یعنی بیت کوین پول نیست، نه به صورت تئوریک و نه به صورت عملی. حالا حتی اگه فرض کنیم این مشکل فنی قابل حله که نیست، باز هم یک مشکل خیلی بزرگتر وجود داره. بیت کوین یک سقف ثابت داره. فقط 21 میلیون بیت کوین در کل جهان موجوده. یعنی قیمتش باید دائما بالا بره چون ارزش ثابته و وقتی مردم انتظار دارن بیت کوین فردا بیشتر از امروز ارزش داشته باشه، چرا باید ازش برای خرید روزمره استفاده کنن؟ هیچکس با دارایی که فکر میکنه فردا گرونتر میشه خرید نمیکنه. از طرف دیگه روشن نگه داشتن شبکه بیت کوین به حجم زیادی از انرژی نیاز داره. مصرف سالانه برق این شبکه برابر با مصرف سالانه برق کشور آرژانتین. دلیل این مصرف بالا اینه که بیت کوین قرار بود غیر متمرکز باشه، یعنی هیچ دولت یا نهادی نتونه کنترلش بکنه. برای رسیدن به این هدف اما ناکاموتو از الگوریتمی به اسم اثبات کار یا Proof of Work استفاده کرد. توضیح این تکنیک از حوصله این بحث خارجه، ولی این کار باعث شد هیچ کس نتونه تراکنش تقلبی درست کنه.
توی این تکنیک عملیات ماینینگ یا استخراج بیت کوین هم جایزه‌ای هست که شبکه به اعضایش میده که میتونن با حل یک سری معما شبکه رو از دست این تقلب‌ها دور نگه دارن. اما مشکل از همینجا شروع میشه. این سیستم یک رقابت تسلیحاتی دیوانه‌وار ایجاد کرده. هر ماینری که دستگاه قوی‌تر داشته باشه شانس بیشتری برای گرفتن پاداش داره. پس شرکت‌ها، مزرعه‌های صنعتی استخراج و حتی حکومت‌ها و دولت‌ها شروع کردن به خرید و سرهم کردن دستگاه‌های بزرگتر، سریعتر و بسیار پرمصرف‌تر برای استخراج بیت کوین. با همه این تفاسیر در عمل بیت کوین نتونست به هدف اصلی خودش، یعنی تبدیل شدن به یک ارز جهانی برسه. خارج از استفاده‌های غیرقانونی تقریباً هیچ کس از بیت کوین برای خرید و فروش معمولی استفاده نمی‌کنه. حالا سوال مهم اینه، پس چطور بیت کوین با وجود تمام این ضعف‌ها نابود نشده و حتی اوج هم گرفته و تبدیل شده به چیزی که امروز میشناسیم؟ برای پاسخ به این سوال باید به یک چرخش جالب در هدف ارزهای دیجیتال بپردازیم. در سال 2014 ناکاموتو از اینترنت ناپدید شد. هیچ کس نمیدونست که اون کی بود، ولی اختراعش دیگه چیزی کاملا متفاوت شده بود. بیت کوینی که امروز میبینیم فقط یک پوسته از هویت اصلی خودشه. حالا برعکس هدف اولیه، بیشتر خرید و فروش بیت کوین روی صرافی‌های متمرکز انجام میشه. صرافی‌هایی که تابع قوانین نهادهای متمرکز از جمله دولت‌ها و بانک‌های مرکزی بزرگ هستند. بیت کوین به جای مستقل بودن عملاً به خدمت سیستم مالی جهان درآمده. وقتی طرفدارای کریپتو فهمیدن بیت کوین عملاً دیگه نمیتونه نقش پول رو بازی بکنه، خیلی ساده روایتشون رو عوض کردن. دیگه خبری از حرف زدن درباره پرداخت و خرید روزمره نبود. ناگهان بیت کوین تبدیل شد به طلای دیجیتال، شد ابزار ذخیره ارزش، یک پناهگاه امن، سپری در برابر تورم و وسیله‌ای برای ثروتمند شدن. ایده اولیه هم بد نبود. طلا و بیت کوین هر دو کمیابن و ارزششون هم محدوده، پس شبیه به نظر میرسن. اما دو تفاوت اساسی بین طلا و بیت کوین وجود داره. اول اینکه همونطور که در اپیزود مربوط به استاندارد طلا گفتیم، درسته که تمام طلای استخراج شده تاریخ فقط حدود 4 استخر شنای المپیک رو پر میکنه، اما طلا هنوز هر روزه در حال استخراج شدنه و سقف بسته و مطلقی هم نداره. منابع عظیم طلا در عمق زمین وجود داره که به لطف تکنولوژی‌های پیشرفته امید برای استخراجشون هر روز بیشتر میشه. دوم اینکه طلا هزاران سال و خیلی قبلتر از شکل‌گیری ارزهای فیات امروزی به عنوان وسیله مبادله و حافظ ارزش بین انسان‌ها پذیرفته شده. جایگاه اجتماعی و اقتصادی طلا فقط محصول یک دهه تبلیغات نیست، نتیجه چند هزار سال کارکرد واقعیه. داده‌های سالهای اخیر هم کاملا نشون میدن که طلا و بیت کوین اصلا شبیه هم عمل نمی‌کنن. مثلا در سال 2022 در دوره‌ای که قیمت نفت بالا رفت، تورم شدید شد، شاخص مصرف کننده رکورد زد و نرخ بهره افزایش پیدا کرد، طلا که دارای امن سنتی بود رکورد زد و در عوض بیت کوین سقوط کرد. در ادامه این قسمت بیشتر در مورد علل این عدم ارتباط توضیح میدیم. با وجود تفاوت‌های طلا و بیت کوین، همچنان گفتمان اصلی طرفدارای کریپتو این بود که هر وقت دولت‌ها پول چاپ می‌کنن و ارزش دلار پایین میاد، بیت کوین بالا میره و ثروت مردم رو حفظ میکنه. اینجا دقیقاً همون جاییه که منتقدای بزرگ اقتصاد از برندگان نوبلی مثل پول کروگمن و رابرت شیلر گرفته تا دانشمندای کامپیوتری مثل نیکولاس ویور میگن بیت کوین از نظر ساختاری روی مفهومی بنا شده که به تئوری احمق بزرگتر معروفه. چون بیت کوین همونطوری که گفتیم نمیتونه مثل پول جریان داشته باشه. در عین حال نمیتونه هم مثل دارایی‌های دیگه بازده و ارزش داخلی تولید بکنه، چون نه سود سهامی داره، نه بهره اوراق و نه جریان نقدی. پس تنها راه این که کسی از داشتن بیت کوین سود ببره اینه که بتونه بیت کوینش رو به نفر بعدی با قیمت بالاتر بفروشه و وقتی سود شما فقط از جیب خریدار بعدی میاد، دقیقاً همون منطقی شکل میگیره که در طرح‌های پانزی یا شبکه‌های هرمی وجود داره. برای اینکه بهتر بفهمیم اقتصاد کریپتو چطور کار میکنه، باید یک مفهوم ساده اقتصادی رو بشناسیم. بازی‌های اقتصادی معمولاً دو نوع هستن. یا بازی مجموع مثبتن، مثل یک اقتصاد سالم که در اونها در طول زمان ثروت و ارزش واقعی خلق میشه،
یا بازی‌های مجموع صفر هستن مثل پوکر که در اونها اگه یک نفر ببره یعنی یک نفر دیگه باخته. اما کریپتو و مخصوصاً بیت کوین نه یک بازی مجموع مثبت و نه یک بازی مجموع صفره. این بازی یه بازی مجموع منفیه، چون هر روز از داخل این اکوسیستم مقدار زیادی پول خارج میشه به شکل قبض برق، خرید دستگاه‌های ماینینگ و کارمزد صرافی‌ها. همونطور که گفتیم مصرف انرژی در واقع یک نشتی دائمی ارزش از داخل کریپتو به جیب شبکه‌های برق و تولید کننده‌های دستگاه‌های ماینینگه. اگه بخوایم خیلی ساده خلاصه کنیم، جریان پول در کریپتو به این ترتیبه که بازده خالص سرمایه گذار مساویس با پول جدیدی که وارد میشه منهای پولی که سرمایه گذاره قدیمی بیرون میکشن، منهای هزینه برق، منهای هزینه دستگاه ها، منهای کارمزد صرافی های رمز ارز. به زبان ساده در این اکوسیستم برای اینکه کل سرمایه گذاری ها فقط سر به سر بشه، پول تازه واردها نه تنها باید خروجی سرمایه رو پوشش بده، بلکه باید میلیاردها دلاری که هر سال برای برق و سخت افزار خرج میشه رو هم جبران بکنه. حالا بیایید به اعداد نگاهی بندازیم. تا اواخر 2025 هزینه استخراج یک بیت کوین در بعضی ایالت‌های آمریکا حتی از $100,000 هم بالاتر رفت. میانگین جهانی البته پایین‌تره، اما در سه ماهه سوم 2024 هزینه نقدی تولید هر بیت کوین برای شرکت‌های ماینینگ فعال در بورس حدود $56,000 بود. اگه استهلاک دستگاه‌ها و هزینه‌های جانبی رو هم حساب بکنیم، این رقم میتونه به بیش از $106,000 به ازای استخراج هر بیت کوین هم برسه. در ایران اما به دلیل وجود برق و گاز و نیروی کار ارزون کمتر از $10,000 و در روسیه کمتر از $50,000 به ازای هر بیت کوین استخراجی خرج میشه که با در نظر گرفتن تحریم‌های این کشورها مسلماً استخراج رو خیلی جذاب‌تر میکنه. با در نظر گرفتن همه شرایط این اکوسیستم، این هزینه‌های سرسام‌آور فقط از فروش بیت کوین های استخراج شده به مردم معمولی میتونه تامین بشه. یعنی حتی اگه قیمت بیت کوین هیچ رشدی هم نداشته باشه و کاملا ثابت بمونه، باز هم سرمایه گذارای جدید باید هر روز میلیون ها دلار بیت کوین بخرن فقط برای اینکه ماینرها بتونن قبض برق و هزینه های جانبیشون رو پرداخت بکنن. همین مورد باعث شده که اکوسیستم کریپتو همیشه تشنه دعوت و بلعیدن سرمایه گذارهای جدید باشه. به همین دلیله که خیلی‌ها به کریپتو و خصوصا بیت کوین عنوان کلاهبرداری پانزی قرن رو دادن. در یک کلاهبرداری پانزی به محض اینکه ورود سرمایه جدید کند بشه یا عده‌ای بخوان پولشون رو یک جا برداشت کنن، سیستم قدرت باز پرداخت نداره و در لحظه فرو میپاشه. ما نمونه‌های این مدل کلاهبرداری‌ها با وعده سودهای بالا رو در ایران هم بارها دیدیم. تفاوت بیت کوین با طرح‌های کلاهبرداری سنتی در اینه که یک پانزی غیر متمرکزه، یعنی هماهنگ کننده مرکزی نداره. با این حال همچنان پول سرمایه‌گذاری قدیمی از جیب سرمایه‌گذاری جدید تامین میشه بدون ایجاد ارزش و کارآفرینی در بازار. این سازوکار تا زمانی ادامه داره که مردم باور کنن قیمت همیشه بالا میره و حاضر باشن پول جدید به سیستم تزریق بکنن. به همین دلیل اکوسیستم کریپتو ذاتاً نیاز به تبلیغ مداوم برای جذب سرمایه جدید داره و برای همینه که تقریباً همه افراد درگیر توش انگیزه دارن کریپتو رو تبلیغ کنن و بیشترین فعالیت این حوزه رو در بین جوانها، اینفلوئنسرها و سلبریتی‌های حاضر در اینستاگرام و تیک تاک می‌بینیم. آدمایی که با داشتن میلیون‌ها دنبال کننده میتونن خیلی راحت با چند پیام انگیزشی و تاثیرگذار مشتری‌های جدید به سیستم اضافه بکنن. در چنین فضایی هم هر نوع انتقاد یا حتی سوال جدی به جای پاسخ علمی مسخره میشه یا با برچسب زدن روبرو میشه و تریدرها و فعالین این حوزه یک هویت خاص پیدا میکنن. مثلا شعار معروف هودل در بین اعضای این گروه یعنی دارای کریپتو تو نگه دار حتی اگه همه چیز در حال سقوط باشه. کسایی که نمیفروشن میشن قهرمان، میشن مرد آلفا و کسایی که میفروشن میشن افراد ضعیف و ترسو. همه این رفتارها یک هدف مشخص دارن: نگه داشتن مردم داخل بازی، چون تا زمانی که نقدینگی جدید وارد سیستم بشه روایت ادامه پیدا میکنه. اگه فکر میکنید این کلاهبرداری در همین حد سلبریتی های اینستاگرامیه، باید بگم که ما تازه فقط نوک کوه یخ رو بررسی کردیم. بیایید بریم به عمق باور نکردنی این ماجرا.
بیایید برگردیم به بحث طلای دیجیتال و یک حقیقت تکان دهنده تر. برای اینکه بفهمیم چرا بیت کوین برعکس چیزی که طرفداراش اعتقاد دارن مثل طلا رفتار نمیکنه و به جای غیر متمرکز بودن دقیقاً مثل یک ارز متمرکز و دولت محور عمل میکنه، باید مسیر بازار کریپتو رو از سال 2020 تا 2025 بررسی بکنیم. همه چیز از سال 2020 و دوران کرونا شروع شد. وقتی دنیا تعطیل شد، فدرال رزرو آمریکا بزرگترین عملیات چاپ پول تاریخ آمریکا را انجام داد. ترازنامه فدرال از حدود 4 تریلیون دلار به بالای 9 تریلیون دلار رسید. عرضه دلار در آمریکا در کمتر از 2 سال بیش از 25% رشد کرد که بزرگترین جهش نقدینگی از جنگ جهانی دوم بود. این حجم عظیم پول راه خودش رو پیدا کرد به سمت دارایی‌هایی که هیچ جریان نقدی ندارند. یعنی هیچ پول یا ارزش جدیدی تولید نمی‌کنند، مثل سهام تکنولوژی‌هایی که هنوز آینده مشخصی ندارن، سرمایه‌گذاری‌های پر ریسک و البته بیت کوین. در نتیجه سال 2021 تبدیل شد به موفق‌ترین سال تاریخ کریپتو. بیت کوین با رشد 137% تا نزدیکی 69,000 دلار بالا رفت و کل ارزش بازار کریپتو از 3 تریلیون دلار هم فراتر رفت. البته نه به خاطر پیشرفت تکنولوژی یا به خاطر پذیرش جهانی کریپتو، بلکه فقط و فقط به خاطر تزریق پول ارزون به بازار کریپتو. اما سال 2022 سال آزمون واقعی بود. وقتی تورم آمریکا به 9.1% رسید، فدرال رزرو سیاست را کاملا برعکس کرد. در شدیدترین چرخش افزایش نرخ بهره طی 40 سال گذشته، نرخ بهره از 0% به بیش از 5% رسید. همزمان عملیات انقباض کمی یا quantitative tightening آغاز شد، یعنی تخلیه و جذب نقدینگی از سیستم با تصمیم‌هایی مثل افزایش نرخ بهره. سیاستی درست برعکس فرایند تسهیل کمی و پاشش نقدینگی که در اپیزود مرتبط با اقتصاد ژاپن توضیح دادیم. اگه بیت کوین واقعا مثل طلا به عنوان محافظ سرمایه در زمان افزایش تورم عمل می‌کرد، در این دوره باید شاهد بالا رفتن بیشتر قیمت بیت کوین می‌بودیم. اما درست برعکس شد. با بالا رفتن نرخ بهره، هزینه سرمایه افزایش پیدا کرد، نقدینگی از بازار خارج شد و بیت کوین بیش از 60% سقوط کرد، در حالی که شاخص مصرف کننده همچنان بالا بود. این دقیقاً همون رفتاریه که از سهام‌های پر ریسک انتظار داریم و نه از طلا و دارایی‌های امن. بیایید از یک زاویه بازتر به ماجرا نگاه بکنیم. اگه به این نمودار فوق‌العاده مهم دقت بکنید، می‌بینید که 5 سال گذشته تبدیل شده به یک آزمایشگاه واقعی برای سنجش مفاهیم اقتصادی. این نمودار یک نکته رو آشکارا نشون میده. اونم اینه که بین حرکت نقدینگی در اقتصاد جهانی و قیمت بیت کوین یک رابطه معنادار، پایدار و بسیار قوی وجود داره. در سالهای 2020 و 2021 وقتی آمریکا برای مقابله با کرونا به چاپ دلار و تزریق بی‌سابقه نقدینگی رو آورد، قیمت بیت کوین هم تقریباً همزمان به بالاترین رکورد تاریخی خودش رسید. در سال 2022 وقتی فدرال رزرو شیر پول رو بست و انقباض کمی رو شروع کرد، دقیقاً در همون بازه بیت کوین هم فرو ریخت. در سال 2023 سالی که بازار در حالت تعادل و انتظار بود، بیت کوین هم وارد یک دوره نوسان ملایم و رفتار خنثی شد. اما از اواخر 2023 تا 2025 ماجرا تغییر کرد. افزایش نقدینگی این بار رسمی و اعلام نشده بود و در دوران ترامپ نوعی تسهیل پنهان اتفاق افتاد. این سیاست عملاً دلار جدید رو وارد بازار کرد، اما در پشت پرده. توضیح جزئیات سیاست تسهیل پنهان ترامپ میتونه موضوع یک برنامه جداگانه باشه. اگه مایلید بیشتر در این مورد بدونید، حتما در کامنت ها بهمون بگید. خلاصه که بیت کوین دوباره شروع به رشد کرد، اما چون این نقدینگی پنهان بود و در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی قرار داشت، بازار کریپتو در این دوره وارد نوسانات بسیار شدیدی شد. چون هر تصمیم کوتاه مدت یا تاکتیکی مؤسسات مالی قیمت کریپتو رو بالا یا پایین می‌برد. به زبان ساده بیت کوین در واقع اسفنج نقدینگیه. هر جا دلار در جهان زیاد بشه، بیت کوین بالا میره. هر جا دلار کمیاب بشه، بیت کوین سقوط میکنه. و این رابطه در تمام 5 سال گذشته با اثبات آماری ارتباط ثابت مونده. پس بیت کوین نه یک ارز غیر متمرکز که اتفاقا یک ابزار متمرکز در دست دلال هاست. حتی بدون نگاه به نمودارهای اقتصادی، اگه بدونیم که فقط حدود 4% کیف پولها یا والت های بیت کوین
بیش از 80% کل بیت کوین های دنیا رو در اختیار دارن، متوجه میشیم که عملاً بیت کوین توسط گروه اندکی اداره میشه. یعنی بیت کوین یک دارایی دولتی زده است و نه ضد سیستمی. با این تفسیر شاید بتونیم بررسی کنیم که دولت آمریکا هم عضوی از این طرح کلاهبرداری بزرگ هست یا نه. برای چند لحظه از بیت کوین بریم به یکی دیگه از ارزهای دیجیتال به نام تتر. داستان تتر عملاً از بقیه ارزهای دیجیتال جدا شده. برخلاف سایر کریپتوها مثل بیت کوین که بیشتر یک دارایی برای سفته بازیه، تتر تبدیل شده به نوعی دلار دیجیتال غیر رسمی و عملاً به دلار آمریکا متصل شده. در کشورهایی که تورم افزار گسیخته یا کنترل سرمایه وجود داره، از آرژانتین و ترکیه گرفته تا نیجریه، لبنان و حتی بخشایی از آفریقا و آمریکای لاتین، مردم دیگه به پول ملی اعتماد نمی‌کنن و به جای اون USDT یا همون تتر رو نگه می‌دارن. از طرف دیگه آمارهای 2025 نشون میده که تتر با خرید بیش از 135 میلیارد دلار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا حالا از کشورهایی مثل آلمان و استرالیا هم جلو زده و رسما به یکی از بزرگترین تامین کنندگان مالی دولت ایالات متحده و خریداران بدهی آمریکا تبدیل شده. اما انگیزه ثروت اندوزی با بیت کوین یا جایگزینی ارز ملی با تتر فقط نصف داستانه. آمریکا حتی به دشمنای خودش هم انگیزه کافی برای جمع کردن کریپتو داده. تا وقتی که روسیه، کره شمالی و ایران تحت شدیدترین تحریم ها هستن، انگیزه کافی دارن تا هرچی بیشتر از کریپتوها خصوصا تتر و بیت کوین برای سرمایه گذاری و تبادل مالی استفاده کنن. از اونجایی که کریپتو و خصوصا تتر مستقیما به دلار متصله، این قضیه یه پارادوکس بزرگ رو آشکار میکنه. یعنی در عین حال که این کشورها دم از استقلال مالی و دلار زدایی میزنن، به طور غیر مستقیم به عاملی برای تحکیم جایگاه دلار آمریکا تبدیل شدن. حجم سرمایه‌گذاری و مبادلات رمز ارزی این سه کشور بین 20 تا 40 میلیارد دلار در سال برآورد شده که با توجه به حجم اقتصادشون رقم بالاییه. این یعنی در حالی که همه در مورد سقوط سلطه دلار حرف میزنن، دلار آمریکا بدون یک سرباز، بدون یک پایگاه نظامی، بدون یک بانک، به شکل بی سابقه و زیرپوستی بیش از پیش جهانی شده. بعد از تمام این توضیحات و کنار هم گذاشتن قطعات پازل، به سوالی میرسیم که خیلی‌ها هنوز جرأت پرسیدنش رو ندارن. آیا ممکنه آمریکا از کریپتو به عنوان یک ابزار برای افزایش نفوذ و جذب نقدینگی جهانی استفاده بکنه؟ این سناریو رو در نظر بگیرید. دولت آمریکا با چاپ دلار و افزایش نقدینگی و همزمان با تبلیغات افرادی مثل ترامپ و نزدیکانش بازار کریپتو رو داغ میکنه. میلیون‌ها نفر از جمله سرمایه‌گذارهای بزرگ و ده‌ها دولت در جهان دلار تهیه میکنن و اون رو به تتر، بیت کوین یا دوج کوین تبدیل میکنن. بازار با این کار از قبل هم داغ‌تر میشه، قیمت‌ها بالا میره و عین طرح کلاهبرداری پانزی بازیگرهای بیشتر از جمله مردم عادی در سراسر جهان به خرید کریپتو رو میارن. آمریکا صبر میکنه تا نقدینگی دنیا در بالاترین سطح در این دارایی‌ها پارک بشه. بعد با یک سیاست پولی ساده مثل افزایش نرخ بهره و یا هر طرح انقباضی آب سرد رو روی این بازار داغ سرازیر میکنه. بازار سقوط میکنه و ارزش دارایی‌های دلاری مردم جهان دود میشه. دلارهای چاپ شده بدون پشتوانه و در اصل بدهی‌های آمریکا به این ترتیب با دود شدن سرمایه مردم باز پرداخت میشه، اون هم بدون اینکه کسی بتونه مستقیما دولت آمریکا رو متهم بکنه. به هر حال دولت آمریکا به طور رسمی و آشکار نقشی در تولید و توزیع کریپتوها نداره. بعد از درسی که آمریکا از برچیده شدن استاندارد طلا گرفت، دیگه نمیخواد به طور مستقیم خودش رو بدنام بکنه و این حقه میتونه بهترین روشی باشه که آمریکا از زیر بار بدهی انباشه شده خودش بدون بدنامی رها بشه. این نقشه در اصل نوعی مالیات پنهان جهانیه، اون هم بدون نیاز به تصویب قانون یا سرشاخ شدن با کسی، چون همه دارن به انتخاب خودشون وارد بازی کریپتو میشن. کشورهایی مثل ایران، روسیه و کره شمالی که اتفاقا خودشون بیشترین استفاده رو از اکوسیستم بردن، در چنین چرخه‌ای بیشترین ضربه رو هم متحمل میشن. به همین دلیله که برخی اقتصاددانها میگن کریپتو نه پایان سلطه دلار، بلکه مرحله دیجیتال شده و زیرکانه تر همون سلطه است.
خلاصه که کریپتو نه پایان پادشاهی دلاره و نه ناجی مردم، بیشتر شبیه یک آزمایشگاه ژئوپلیتیک عمل میکنه. در واقع بازار رمز ارز اصلا اون چیزی نیست که همیشه تبلیغ شده. این بازار بیشتر شبیه یک اسفنج نقدینگیه. بیت کوینی که قرار بود پول مردم بشه امروز در کنترل یک اقلیت بسیار کوچیکه. تتری که قرار بود استقلال مالی ایجاد کنه عملاً دلار رو دیجیتال کرده و اقتصادهای ضعیف رو بیشتر به نظام مالی آمریکا وصل کرده و پشت همه اینها آمریکا ایستاده، پشت سر بازی که باعث میشه هم سلطه دلار حفظ بشه و هم سقوط‌های دوره کریپتو تبدیل بشه به فرصتی برای تصفیه بدهی‌های آمریکا و جذب پول جدید از سراسر جهان. شاید گفتن این واقعیت‌ها داستان جذاب رمز ارزها رو خراب بکنه یا باعث دلخوری طرفدارهای دو آتیشه کریپتو بشه، اما ما در به من بگو اعتقاد داریم که تفکر نقادانه توی دنیای امروز ضروریه، چون اگه این حباب رمز ارزها امروز یا فردا بترکه، کسایی که زود وارد و زود خارج شدن سود میبرن، اما موجی از مردم عادی در ایران و ده‌ها کشور گرفتار بحران اقتصادی بازندگان این بازی خواهند بود. حالا شما بگید، فکر میکنید کریپتو هنوز هم یک راه نجاته یا بخشی از یک بازی خیلی بزرگتره که توسط دولت‌های بزرگ طراحی شده؟ آیا اصلا رمز ارزی میشناسید که از این چرخ و این وابستگی بزرگ به دلار و نقدینگی آمریکا مستثنا باشه؟ لطفاً در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و اگه از این قسمت خوشتون اومد لایک و اشتراک با دوستانتون رو فراموش نکنید. ما همه نظراتتون رو میخونیم و به سوالاتتون در حد توان پاسخ میدیم. همین لایک و نظراتتون بهمون انگیزه ادامه میده. در آخر اینم بگیم که آمار میگه بیش از 80% بیننده‌هایی به من بگو کانال رو سابسکرایب نکردن. شما میتونید جزو اون 20% باشید که پادکست رو حمایت میکنن و به ما انگیزه ادامه میدن. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم بزنید تا قسمت‌های بعدی رو از دست ندید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.